1. تو دیگه فقط دنبال پول نیستی. تو درگیر تغییری عمیق توی دنیای درونتی. داری الگوهای قدیمی رو تغییر میدی، باورات رو از نو مینویسی و هویتت رو عوض میکنی. 2. تو فقط با زور جلو نمیری. تو با انرژی فکر میکنی. تو ارتعاش وجودت رو حس میکنی و دیگه نادیده نمیگیریش. به حس درونت بیشتر از هر تلاشی اعتماد کردی. 3. یه نسخه ثروتمند از خودتو توی ذهنت ساختی. حتی اگه واقعیتت هنوز شبیه اون نیست، میبینیش، حسش میکنی و هر روز یه قدم بیشتر بهش نزدیک میشی. 4. دیگه از محدودیت‌ها دفاع نمی‌کنی. مدام نمیگی من خوششانس نیستم یا پول از من فرار میکنه. در عوض میگی دارم یاد میگیرم، دارم رشد میکنم. 5. جذب قانون جذب شدی. چون ته قلبت میدونی که برای یه زندگی معمولی نیومدی. اومدی تا با فکر، باور و انرژی واقعیتت رو خلق کنی. اگه اینو دیدی، بدون که جریان ثروت از درونت شروع شده. برای تایید بنویس من ذهن ثروتمندی دارم و بفرست برای 4 نفر از بهترین های زندگیت.